استارت تایمر 10 دقیقه‌ای رو میزنم و وقتی که به 0 برسه اون اتاقی که اونجاست و پر از پول میره هوا و تنها کسی که میتونه جلوش رو بگیره ایشونه که بسته شده. این ویدیو کاملا بدون وقفه ضبط میشه و آخرش میفهمی که ویدیو دقیقاً 10 دقیقه است. هیچ کاتی در کار نیست و شما همه چی رو میبینید. اگه دارسی نتونه قبل از اینکه تایمش تموم بشه تمام 5 طبقه این برج رو بگذرونه و اون دکمه رو فشار بده، پولش به فنا میره. زود باش. خیلی خوب داره میره. این اولین ویدیو بدون وقفه ماست. بس سریع عجله کنم. یالا خیلی خوب زود باش بازش کن. صبر کن ببینم چقدر سریع اومد پایین. هیچ اهمیتی نداره. فرار از طبقه بعدی 2 برابر از این سخت‌تره. خیلی خوب آروم. دادا جان هستیشو با آتیش کشیدی. خیلی خوب برای باز کردن قفس فلزی باید از در باز کنی که روی زمینه استفاده کنیم. دارسی یالا. آفرین ای وای بجام. حتی با داشتن یه قفل باز کن باز کردن قفل بازم کار داره. اون باید کاملا هر سه تا پین رو هم تراز کنه تا قفل باز شه. به هر حال برای اینکه ثابت کنیم این ویدیو 100% بدون وقفه است، شما از الان یه قاب بدون وقفه از دارسی گوشه ویدیو خواهید دید. و در ادامه تا الان 1 دقیقه گذشته اون هنوز توی اتاق اوله و خب یادتونه اون بعد 4 طبقه دیگر رو بگذرونه تا بتونه دکمه رو فشار بده. تا $250,000 رو نجات بده. دارم خیلی نگران میشم. جان من بجا. وایسا مک اون داره قفل رو باز میکنه. به نظرت داره خوب پیش میره یا نه؟ برای الان آره، ولی خب الان داره وارد یه اتاق خیلی سخت‌تر میشه. آتیش نگیری. به پا نسوزی. برو دستی چیکار میکنی؟ برو دیگه. داره از تناب میره پایین. الان توی اتاق چسبناکه. یا الله، وای خدا کنه برسه. این طبقه 4. خیلی خوب تمام این اتاق با چسب پوشیده شده، پس اون یا باید راه رفتن رو چسب رو انتخاب کنه یا میله ها رو و من به شدت توصیه میکنم که راه رفتن روی چسب رو انتخاب نکنه. تا الان که با میله ها خیلی خوب پیش رفته. ادامه بده رفیق. رفیق عجله کن. 2 دقیقه گذشته. رفیقمون داره تاپ عباسی بازی میکنه. چرا داریم میچرخی؟ نچرخ. اگه بیفته اصلا اتفاق جالبی نیست، چون که اون چسبناکترین چسب دنیاست. اصلا شوخی نمیکنم، این چسبا کفشاشو از پاش در میاره. 2 دقیقه گذشته. گرفتمت. اون داره چاپ میخوره، حتی یه بارم زمین رو لمس نکرده. این مرد واقعا نچسبه. وای واقعا کارش درسته. داره در هوشو برمی‌داره و حالا قراره وارد دیوونه کننده ترین اتاق بشه. همینجوری ببر پایین. نگاه کنین، قراره پایین پریدنشو تماشا کنین. بچه‌ها من خیلی خستم. لعنتی. دارسی داره تلاش میکنه و داره از تنها پایین میاد تا به طبقه 3 برسه یا همون اتاق سنگی. این یکی قطعاً خیلی ساده است. وای خدا. هی دارسی، اون سنگ غول‌پیکر رو می‌بینی؟ خب فقط این 2 تا تناب هستن که باعث میشن سنگ از سطح شیبدار پایین نیاد. یه چاقو هم اونجا هست و فقط برای بیرون اومدن از این اتاق بهش نیاز داری. وقتت داره تموم میشه. با چاقو میخوای چیکار کنی؟ خیلی خوب سعی میکنم تنابا رو ببرم. وقتت داره تموم میشه. عجله کن. معمولا توی ویدیوهامون وقتی یه نفر یه کاری رو انقدر آروم انجام میده ما کاتش میکنیم، ولی به هر حال زندگیه دیگه، ما واقعا نمیتونیم کات کنیم. خیلی استرس دارم. 7 دقیقه مونده اون تقریبا از پس یه تناب بر اومده. خیلی شبیه کاری که جیمز باند انجام میده. هر چه به طبقات پایین‌تر میره کارش سخت و سخت‌تر میشه. اون تنابا خیلی ضخیمه و وقت زیادی ازش میگیره. تنابو ببر. اون واقعا داره برطرف میکنه. بگردی من جیمز باندی چیزیم؟ بهتره عجله کنی چون کمتر از 7 دقیقه دیگه تمام $250,000 میره رو هوا. جیمی چه اتفاقی قراره بیفته؟ داداشمون هنوز گیر این تناباست. وقتی تناب دومم قطع بشه یه اتفاق دیوونه کننده قراره بیفته. ای دارسی، میدونی وقتی اون تنابو قطع کنی چی میشه؟ فکر کنم با این سنگ میتونم اون پنجره رو بشکنم. چرا پاره نمیشه این لعنتی؟ من استرس دارم به جای این یارو. این تخت سنگ ول میشه و فکر کنم که پنجره بشکنه. نگران نباش، تنها کاری که تو باید بکنی اینه که اینو محکم بچسب. خب باشه از پسش برمیام. جیمی چرا کنترین آدم ممکن توی بریدن تناب آوردی آخه؟ عجله کن دارسی. همونطور که اول گفتم این ویدیو بدون وقفه است و شما همه چی رو می‌بینید. اون شخصی که دارسی به شدت مشغول، ولی اگه میتونست با همون صحبت کنه احتمالاً بهمون میگفت که بهترین تردست جهانه. ولی خب توی باز کردن تناب چنگی به دل نمیزنه. اون واقعا داره کات پیش میره. امیدوارم که بتونه. زودتر ببرشون. یالا دارسی فقط 6 دقیقه دیگه وقت داری. عجله کن. اوه خدای من. داره آخرین تناب هم تموم میکنه. دارسی سنگو بعد هول بدی پایین. الان سنگ میافته؟ آره چند لحظه دیگه میبینیش. باشه. آره خودت آماده کن. برو عقب. نزدیک برگام. ادامه بده. دارسی بجنب. تناب روی سقف بردار و به قفل جلوی شلوارت وصلش کن. مطمئن شو که حتما 100% چفت شده باشه. قراره چیکار کنه؟ خیلی خوب دارسی، حالا بپر پایین. برو سمت لبه و بچرخ رو به عقب. اینجا رو داشته باش. وای خدای من داره میپره. برو سمت راست. این کم دیگه. یا خدا قراره چیکار کنه؟ قراره بپره. خب دارسی الان باید بپری. وای خدای من. حتما باید بپرم جیمی. دارسی بپر. وای خدای من.
یا اکثر امام اون زاده دقیقا 5 دقیقه وقت جرثقیل رو داره. نگه دار. جرثقیل رو نگه دار. میگم جرثقیل رو نگه دار. خیلی خب نمیدونم، مثل اینکه اپراتور جرثقیلمون مسته. باید از بین لیزرها بگذریم. این طبقه تا اینجا سخت‌ترین مرحله است. نه تنها که باید از پیش و خم لیزرها بگذره، بلکه اگه تصادفاً با این لیزر برخورد کنه، پولش بلافاصله به هیچ تبدیل میشه. در حالی که دارسی داره اتاق لیزر رو پشت سر میذاره، میخوام بهتون در مورد همکاری بیسیم جدیدم یعنی تی موبایل بگم. اینجا به نام خدا هستم. احتمالاً شما تی موبایل رو از روی این نقشه پوششی میشید. آره همینطوره. ولی موضوع اینه که میدونین پوشش فوق‌العاده‌ای داره. آره خودشه. ولی چیزی که تی موبایل داره بقیه اپراتورها جلال نداره. خالق جیمی اون وسط راه. اوه الان اون سمت ماست. فرق تی موبایل با بقیه اینه که اونا یه چیزی به اسم مجنتا استاتوس دارن. خب حالا چی هستی؟ اینجوریه که اونا با تو مثل یه شخص ویژه رفتار آره. می‌کنن. فقط با استفاده از تی موبایل میتونی هزینه‌هاتو کاهش حاجی این چجوری مثلا میخواد هزینه رد اتاق هتل کنه یا واقعا؟ میتونی توی هواپیما از وای فای رایگان استفاده کنی. این یکی دیگه خیلی سخته. اونم مثل این خیلی هم سخت نیست. تی موبایل ببخشید که من استرس دارم و یه پشمام. سری دیالوگا رو یادم رفت. نه بهترین بخشش اینه که من اونجاست. آره بذار تبلیغ تی موبایل رو تموم بکنم. باشه. و اون داره میپره توی آب. همه اینا رو توی روز اول وقتی تی موبایل رو فعال کنین قابل استفاده است. پس اگه الان از تی موبایل استفاده نمی‌کنین، همین الان برین تو کارش. همین امروز میتونین همه امتیازات رو دریافت کنین. برای دیدن نحوه کارش برید به tmobile.com/status. خیلی خوب رسیدیم به آخرین طبقه. اون حالا باید هر 4 دریچه گوشه‌های اتاق رو باز کنه و اجازه بده تا همه ی آب تخلیه بشه. بعدش میتونه از در جلویی فرار کنه و دکمه رو فشار بده تا پولش رو از نابود شدن نجات داری بده. چه میکنی سید؟ منظورم چرخوندن ایناست؟ آره اونو بچرخون. راستش کمکش نکن. بذار ببینیم اون انقدر باهوش هست که بتونه پولو ببره یا نه. آیا اون میتونه به اندازه کافی نفسش رو حبس کنه تا هر 4 دریچه رو باز کنه یا تایمش تموم میشه؟ آب اومد بیرون. اون موفق شد. همونطور که این آقا داره این چالش سخت انجام میده، من میخوام در مورد خوشمزه ترین شکلات روی کره زمین بهتون بگم. مک. پیس بلت. نظرت راجع به این چیه؟ راستش عاشق این شکلاتم. هی اون نه، اون یکی رو باید انجام پسر بدی. داری اشتباه خیلی میزنی. خوب. اون یکیه. 4 تا از اونها هست. چقدر وقت داره؟ نه 3 دقیقه. آره اون در واقع یه جورایی فقط 30 ثانیه رو تلف کرده. اگه عجله کنه قطعا موفق میشه. یالا پسر یالا. مک داره میره پایین. برو اون طرف ببین باز میشه. خیلی سخته انصافا. هنوز موفق نشده. سعیتو بکن. اوه موفق شد. اون طرف. دو تاش تموم شد. 2 تا آره. دیگه مونده رفیق. خیلی خب الان داره میره اون طرف. امیدوارم که تلاشش نتیجه بده. اوه خدای من، آب داره به سرعت وای خیلی خدای کمی من. میره پایین. نمیتونم تصور کنم که الان چقدر خسته است. زود باش خیلی خوب عجله اون 2 کن. دقیقه و 10 ثانیه فرصت داره تا برسه اینجا و بیا اینجا. اون دکمه قرمز رو فشار بده وگرنه پولش میره هوا. داریم به آخرش نزدیک میشه. ما میتوانیم. نمیدونم چیکار کنم. معمولا ما تو ادیت کات میکنیم ولی خب این بار بدون وقفه است و هر چی که میگم ضبط میشه. کمتر از 2 دقیقه وقت داره داداش. کمتر از 2 دقیقه مونده براش. محمد عجله کن. آخراشه داره تموم میشه. انجامش داد. اون موفق شد. 4 تاشو باز کرد. شیر خیلی چه خوب در بزن. آخر 1 دقیقه و 50 ثانیه. حالا باید چیکار کنه؟ حالا باید این در رو باز کنه و اون دکمه رو فشار بده. چند دقیقه وقت داره؟ کمتر از 2 دقیقه. حالا چطوری میخواد بازش کنه؟ من که نمیفهمم. اگه اینجا وایسی خیس میشی، شاید دلت بخواد بری عقب. واسه چی؟ بازش کن. هنوز باید خیلی از آب تخلیه بشه. خیلی خوب سریعتر. مک هی اگه شکست خورد اون بمب منفجر میشه. پس ازت میخوام اگه گند زد پشت اون کیسه های شنی پناه جدی بگیری. میفرمایی؟ برای امنیت خودت میگم باشه. خیلی خوب، به هم باشه. اعتماد کن. حالا چیکار کنم؟ باید همه گیره ها رو باز کنی. تقریبا وای حاجی فقط 1 دقیقه مونده باورم نمیشه. گیر کرده چون فشار آب خیلی زیاده. باید صبر کنه تا آب بیشتری تخلیه بشه. جیمی آب داره میاد بیرون. بچرخون آره، و زود. بکشش. تو رفیق منی. تو باید بیای بیرون. تو باید رشد کنی. توی اون یکی گیر کرده نمیتونه درش بیاره. این یه مشکلی داره. داداش زود تمام باش، دیگه رفیق. قرار شکست بخوره. وای حاجی تا آخرین مرحله اومدم این در باز نمیشه. فشار بده. گیر کرده به جون یا دیگه. برگای مصنوی یا ستونای معنوی. عجله کن. تو میتونی. یالا باز 30 شد. ثانیه وقت داری. بدو عجله کن. زود بیا باش. بس تو رو بخوری. میتونی. بیا دکمه رو فشار بدی. بدو. بابا یالا زود باش. بیا بیرون دیگه. یالا سریع‌تر برو. بدو تو میتونی. یالا و بعد از اینکه اون با 19 ثانیه وقت داشتن برنده شد، ما پولو از سر راه بمب آوردیم بیرون و ازش پرسیدیم که قراره با پول چیکار میخوام کنه. واسه 206 بخرم. وایسا چی؟ و بعدش هم بمب منفجر کرد.
چهارشنبه خدایا. سوریتون مبارک. امیدوارم از انفجار لذت برده باشین. ما این ویدیو رو